جان اسمیت اهل نیویورک و قصد داره که به لاس وگاس مسافرت کنه. بلیتش رو تهیه میکنه و میره به فرودگاه. کمی زودتر از موعد به فرودگاه میرسه و میبینه که وقت داره. تصمیم میگیره که بره سراغ دستگاهی که کنترل وزن رو انجام میده. سکه رو میندازه تو دستگاه و منتظر میمونه که ببینه دستگاه چه گزارشی میده. دستگاه اینجوری بهش گزارش میده: شما جان اسمیت هستید، وزنتون 100 کیلوه و قصد دارید با پرواز 14:30 به لاس وگاس مسافرت کنید. جان اسمیت کمی تعجب میکنه، دور و بر خودش رو نگاه میکنه تا ببینی که این کیه که داره سر به سرش میذاره و این گزارش رو اینجوری بهش میده. متوجه چیزی نمیشه. مجددا برای تست دستگاه سکه دیگه میندازه و باز منتظر میمونه. این بار دستگاه اینطور گزارش میده: شما هنوز جان اسمیت هستید و وزنتون هنوز 100 کیلوه و هنوز هم قصد دارید با پرواز 14:30 به لاس وگاس مسافرت کنید. این بار دیگه جان اسمیت مطمئن میشه که یکی داره سر به سرش میذاره. بنابراین میره به سرویس بهداشتی و کلی وقت میذاره، چهرهش رو تغییر میده، کاپشنش رو عوض میکنه، کلاش رو عوض میکنه، یه عینک دودی میندازه و با کلی صرف وقت و تغییر چهره میاد مجدد سراغ دستگاه. یه سکه میندازه تو دستگاه و منتظر گزارش دستگاه میشه. دستگاه این بار اینجوری گزارش میده: شما هنوز جان اسمیت هستید و وزنتون هم هنوز 100 کیلوه، اما شما پرواز 14:30 به لاس وگاس رو از دست دادید. اقوام ترک برای اصل تمرکز یه مسئله جالب دارن. میگن که اگه برای رسیدن به موفقیت، اگه برای رسیدن به مقصودی حرکت میکنید، اگر برای هر سگی که در مسیر راهتون سبز میشه خم بشید و سنگی پرتاب کنید، هیچ وقت به مقصد نمیرسید. چارلز پاوستون میگه که برای رسیدن به موفقیت باید تمام انرژی و تمرکز خودتون رو روی اولویتتون بذارید. این تمرکز باید ثانیه ها و ساعت ها و روزها و حتی هفته ها و ماه ها روی اون هدف ادامه داشته باشه. تمام تفاوت برنده ها و بازنده ها در همین نقطه نهفته است و انتخاب با خود شماست که برنده باشید یا بازنده.